ببینید افراد انرژی بگیرم. یه کسانی هستن در سازمان ما بهشون یا توی مثلا برین استورم که بهشون میگیم RP Remarkable Person. RP یا ما بهشون میگیم برجستگان، افراد برجسته. یه نفر از نظر جایگاه علمی، شما یه برین استورم میذارید برای مثال عرض میکنم پروفسور حسابی، پروفسور هشرودی، پروفسور بیرشک توش باشن، یه دانشجو هم هست تازه دانشگاه قبول شده، این دیگه جرئت نمیکنه حرف بزنه وقتی اونا حرف میزنن و اگر هم حرف بزنه سعی میکنه خودش رو با اونا هماهنگ بکنه. پس یا مثلا رئیس هلدینگ رو دعوت کردید، یه کارشناس جزء هم دعوت کردید. یکی از مشکلات یا در واقع اخلال هایی که ایجاد میشه در سازمان مدیر اندیشیه. همه سعی میکنیم خودمون رو برای مدیر مموش کنیم. پس در نتیجه اگر جایگاه سازمانی یا جایگاه علمی خیلی متفاوت باشه، میگیم این RP ها اسید فرمیک ترشح میکنن تو جلسه. اسید فرمیک یا فرومون چیه؟ جوهر مورچه است. دیدید که مورچه ها بعضی وقتا تو یه خط مستقیم میرن و میان؟ مثلا میبینی اونجا یه غذایی افتاده، یه مثلا کیکی، کلوچه‌ای، چی؟ بالی، آره مال سوسک. آره. بعد نخواستم بگم حالا کلوچه بهتره که. آره، افتاده. این مورچه های گشت و شناسایی میرن میگردن، غذا رو پیدا میکنن، شروع میکنن GPS زدن. بهترین مسیر رو که پیدا کردن ترشح میکنن. چی؟ جوهر مورچه. شروع میکنن به جوهر مورچه ترشح کردن یا همون اسید فرمیک از خودشون ترشح میکنن تا لونه. به مورچه های کارگر میگن مسیر رو بگیرید برید غذا رو بیارید. اینا شما اگه مثلا یه جایی فضاش باشه اونجا وسط را پاک کنید، اینا گم میشن. اینا فقط رو مسیر حرکت میکنن. اینا افراد ناخواسته انگاری که جوهر مورچه تو جلسه ترشح میکنن، همه دنبال اینا را میفتن. پس حواستون باشه در جلسه برین استورم وقتی کسانی رو دعوت میکنید حتی الامکان جایگاه سازمانیشون خیلی متفاوت نباشه، جایگاه علمیشون خیلی متفاوت نباشه. اینا رو خیلی نمیگن این چیزا رو تو برین استورم. ترکیبش گروه بین 6 تا 12 نفر، حتی الامکان جایگاهاشون نزدیک به هم باشه، زمانش بیش از 1 ساعت نباشه. علامه محمد تقی جعفری میگه وقتی صحبت میکنم یه رو به اول هم خودم میفهمم چی میگم هم مخاطب، رو به دوم خودم میفهمم دیگه مخاطب نمیفهمه، رو به سوم نه خودم میفهمم نه مخاطب، فکر کنم حالا رو به چهارمیم دیگه. حالا قندمون افتاده و موضوع از یه هفته قبل به اطلاع برسه. 120 تا 150 پیشنهاد یه میانگین مناسبه. هر چقدر موضوع عمومی تر باشه تعداد پیشنهادات بیشتره. تو حوزه‌های تخصصی تشتت هست ولی نه دیگه اینقدر. پس در نتیجه اگه کمتر شد نگران نیست. تیم زمانش برگزاریش کی باشه؟ بهترین زمان برای کار فکری نیم ساعت بعد صبحونه است. غذای اصلی مغز چیه؟ قند، گلوکوز. قند وقتی که میرسه به مغز نیم ساعت دیگه احتمالاً مثلا شبم خوابیدیم، احتمالاً بستگی به روز هفته داره. بعدم مثلا خوابیدیم، بعد قندم که میرسه به مغز حسابی در اوج، بعد یواش یواش دیدید که این میایم به سمت ظهر این لو باتری میزنه، لو باتری. بعضیا دیدید میگن وای قندم افتاده دارم بدنم میلرزه. خدای من هیچ وقت این چیزا رو نفهمیدم، نمیدونم آدم نیستیم، هیچ وقت نفهمیدم قندم افتاده، نمیدونم مثلا ضعف دارم فلان. بعضی وقتا شده من مثلا 2 روز 3 روز غذا نمیخورم، تازه یادم میاد من غذا نخوردم. مثل الان از کی غذا نخوردم؟ نه بابا این چه حرفیه؟ از دیروز صبح تا الان. آره. چی؟ آره به خدا الان تازه یادم افتاد حرف غذا شد. آره بعد یادم اومد. پس در نتیجه حالا اینجور مواقع یعنی وقتی که میرسیم به ظهر دیگه قندتون پایین میاد غذا میخورید. وقتی که غذا میخورید دیگه سیستم گردش خون میره سمت دستگاه گوارش. این واحد صنفی تا اطلاع ثانوی تعطیل است. یعنی اون موقع است که به ما میگن مخلص.
دیدید پیپرلس، وایرلس، تیوبلس، مخلص. اون موقع مخلصیم. دین مبین اسلام اون موقع به اعمال مستحبی توصیه میکنه. چیه؟ قبل از نهار مؤمنین قیلوله، پای راست روی پای چپ، دست راست پشت سر. بعد از نهار هم دوباره توصیه شارع مقدس به استراحته، چون اون موقع کلا مخلصیم، نباید هیچ کاری بکنیم، باید بذاریم دمای عصر هست. این دستگاه گوارش چه خاکی تو سرش کرده، یه شعبه خونم به مغز میرسه. اون زمانی که انگلیسی‌ها چای بیسکویت میخورن، اون موقع میشه یه کارایی کرد. کلا درگیر مسائل فیزیولوژیکیم، یا نشست عصرانه یا صبحانه. مثلا بعد از نهار برگزار نکنید، چون فایده نداره. من دیدم کلاسای بعد نهارم باید مثل ماهی صفت کلاسو برگزار کنم تا بچه‌ها خوابشون نبره. واقعا خب هنر میخواد، همه اینجورین، همه این شکلی هن. حالا ببینیم بعد نهار شما چجورین. و به شما نهار میدن اینجا؟ نه نمیدن. خب پس نشست بعد از نهارمون هم خوبه. عرضم به حضور شما، اما برگزاریش دستم میخوره اینجا. نشست هدف. ببینید دوستان، طراحی درست هدف مهمه. مثلا من این قهوه از اونجا هدف زدم، میشه دونم گرفت. طراحی درست هدف خیلی مهمه. میشل کروزه یه استراتژیستیه، میگه مسئله است، بتونیم مسئله‌مون رو درست تعریف کنیم. ما در کشورمون اصلا نمیتونیم مسئله شناس نیستیم، مسائلمون رو درست تعریف نمی کنیم. میگن حتما خیلیتون شنیدید، یکی میره پیش جناب پاپ، میگفتن پاپ ژان پل دوم، دو پاپ قبل از این، قبل از فرانسیس و بندیکت. میگه حاج آقا پاپ مسئلتون. میگه مسئله چیه؟ میگه آقا من وقتی که عبادت میکنم میتونم سیگار بکشم؟ میگه فقط گند یکی رو در نیاوردید. نه نمیشه، عبادت یه امر مقدسه، موقع عبادت نمیشه سیگار کشید. وانگهی اسپری آسم که نیست. و بعدش هم نماز جعفر تیار که نداریم ما. ای پدر ما که در آسمان هایی، از اینکه غذای امروز ما رو دادی متشکرم، غذای فردا لطفاً بهتر برسون. همین حده. نمیشه. بعدش میگه چشممون ناراحت نشید، یه سوال دیگه و رفع مزاحمت. وقتی سیگار میکشم چی میتونم عبادت کنم؟ میگه بله، در همه حال میشه عبادت کرد. برنادت سوویرو روح القدس رو در زباله‌دانی ماساویه دید. این برنادت رو که شنیدید داستانشو، که جسدش همینجوری سالم مونده و تو زباله‌دانی در فرانسه میگن روح القدس رو دید. پیامبر ما عیسی مسیح در طویله به دنیا اومد. همه جا عالم محضر خداست، همه جا میشه عبادت کرد. موقع سیگار کشیدن هم میتونی عبادت کنی. میگه مرسی. میره پاپ یه خورده فکر میکنه، میگه ای بر پدرت. سوال یکی بوده، همزمانی کشیدن سیگار و عبادت. یه بار جواب بله بوده، یه جواب جمله. ببین جواب گرفتن رو یاد بگیرید، یعنی بتونی چطور بله رو بگیری. پس در نتیجه این نشون میده طرح درست مسئله چقدر مهمه. پرسش ها رو برونداد، روی دستاورد، آوتکام، آوتپوت اثر میذارن. میگن یه نفر یه سلطانی خواب میبینه، بیستون دیشب به چشمم جاده ای هموار بود، ابن سیرین را خبر کن خواب شیرین دیدم. این شیرین دوتا معنا داره دیگه. آره. عرض کنم به حضور شما، یه پادشاهی خواب میبینه همه دندوناش غیر از یه دونه. ببین اینا رو من میگم به خاطر اینکه به استوری تلینگ اعتقاد دارم که مغز ما ساختار سازگار با داستان داره. و فروید میگه واقعیت مهم در مورد انسان ها اینه که مفاهیم مهم رو به شکل داستان تو ذهنشون کد میکنن. من هرچی بگم میگه استاد میتونی یه کیس بگی؟ چون ما مغزمون ساختار سازگار با داستان داره. کتب مقدس همش داستانن، درسته؟ و چه داستانایی هم بعضیاش تو جای دیگه قفله. مثلا احسن قصص چی بود؟ یوسف. چرا؟ دنبالش دویده گرفته و در رفته. چرا؟ به خاطر اینکه احسن قصصه پیغمبر دیگه بودن این کارو نمی‌کردن؟ به خاطر اینکه اپیزودیکه، یعنی همه مفاهیم انسانی توش یه درام کامله. آره اونجا میگه خلقت الابواب قالت هیت لک، میگه درا رو بست گفت برای تو مهیام.
اتوماتیک بود، باز میشد. نه باز نمیشد. الان برات میگم چی میشد. صبر کن. اتوماتیک باز میشد که حل بود داستان. این موندم 7 تا در بود. بعد زیر این آیه 3 تا خط پایینتر میگه قال معاذ الله انی کنت من الظالمین. پناه بر خدا من این کارا پناه بر نمی کنم این کارا رو. بعد خلاصه میخواد بره فرار کنه. داستان خفت و خفتگیریه. از پشت حمله میکنه، پیرنش از پشت جر میخوره، به قول قرآن قمیصش از پشت جر میخوره. ما بودیم از جلو جر و جر میشدیم. کاربلد. بعد میگفتیم خدایا درکم کن، ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به. خدایا خب چیکار کنم؟ درا رو بسته، چه توقعاتی داری؟ اصلا میخوای الان استعفامو بنویسم؟ دیگه با هم دوست باشیم بهتره. آره من استعفا بنویسم، اصلا شما ما رو ندید بگیر و اینجور چیزا. ولی خب بعدن عزیز مس گفت پیرنش از پشت پاره شده. بعد این وقتی خدا معجزه کرد، به جایی که بابای کورش رو بینا کنه اینو جوان کرد. یعنی تبعیض رو نگاه کن. عرض کنم به حضور شما، شاعر استقبال عجیبی از این کار یوسف داره. میگه گر نباشد رخنه در عالم پدید، خیره چون یوسف همی باید دوید. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. منظور که داستان به ما کمک میکنه و سیمپاتی و ایمپاتی ایجاد میکنه. در نتیجه میگن یه پادشاهی خواب دید همه دندوناش غیر از یه دونه ریخت تو دهنش. گفت برید خوابگزار رو صدا کنید. گفتن قربان خوابگزار نیستش، رفته پیش هوگو چاوز کاراکاس و اونا یه عشق ارادت خاصی به سای بابا داشتن دیگه با محمود خودمون. و میگن خب این نوچش بیاد. میگه من خواب دیدم همه دندونام ریخت تو دهنم. گفت قربان میدونید که اونا که به تعبیر خواب اعتقاد دارن میگن این یعنی کس و کار آدم. گفت همشون به چیز میرن. اون کجا میگن وادی خاموشان. چرا میخندی؟ و رحمت آره به همون سرزمین میرن و میرن به وادی خاموشان، به خاک میرن. و خلاصه اینم خوشش نمیاد. گفت بمیری اون روزا نبینی. زبانشو از پشت گردن یا از قفا بکشید بیرون. مثل این دختره دم بخت هست فال حافظ میگیرن. یه نفر هست تو این فامیل ما هر دفعه منو میبینه الان دارم فکر میکنم به شب یلدا که فلانی یه فال برام بگیر. بعدم گفتم ببین این چند سال دارم برات فال میگیرم و میدونم هم چی میخوای. یه کاغذ گذاشتم یوسف گمگشته بازآید به کنعان قمر. ولی با اینا بخت تو باز نمیشه. آره نمیشه، ولش کن. بعدم وقتی میگرفتم گفت یکی دیگه تا یه چیزی بیاد که این خوشش بیاد. آره بعد خلاصه عرضم به حضور شما اینا اتفاق میفته. میگن خوابگزار اعظم رو سریع صدا بزنید. میاد میگه من همچین خوابی دیدم. بعد میبینه نوچش هم کشتن. میگه قربان اینا نوخواستن تعبیر خواب بلد نیستن. اون یه دونه که نیفتاد خود شمایی. تعبیر خواب اینه که خداوند داره به صورت ضمنی به شما میگه شما بیش از همه اقوامتون عمر میکنید. میگه آفرین اینه. ببینید به شاه که نمیشه دروغ گفت، به رئیس جمهور میشه. اون به ما دروغ میگه، هم ما به اون دروغ میگه. میگه مثلا 4 میلیون خونه میسازیم. بعد الان به هر حال اللهم ارحم من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. دیگه نه اون هست نماییم که بتونیم از هم حساب کتاب بگیریم. ولی شاه هستش، نمیشه بهش دروغ گفت. باید یه جور دیگه حالیش کنی. پس در نتیجه هدف رو درست تعریف کنید. بعضی وقتا برداشت می چه افرادی و چه کسانی بسته به موضوع بگید چه بخشایی از سازمان یا بیرون سازمان باشن، نشست کی و کجا برگزار بشه، توصیف درست. مثلا نگاه کنید برداشت اول، کلاکت هم بزنن. سلام حال شما چطوره؟ خوبی؟ مرسی. راستی امروز برینستورم داریم. موضوعش چی بود؟ واسه فکر کنم چطور میتونیم فضای موجود رو برای تولید گسترش بدیم. کات برداشت دوم. سلام صبح بخیر. راستی امروز برینستورم داریم. آره فکر کنم. موضوع چی بود؟ چطور میتونیم فضای که برای کار لازم داریم گسترش بدیم؟ ظاهرش یکیه ولی 2 تا نتیجه بسیار متفاوت داره. اولی میبرتمون فضای موجود و گسترش، خرید ساختمان، اجاره ساختمان، زدن یه سوله تازه، خونه بغلی رو بخریم. دومی سامانه انبار، ذخیره سازی، پردازش سریعتر. اصلا انبار نخواهیم، اینقدر فرایندمون اتوماتیک باشه
که دیگه خواب نداشته باشه. پس پرسش رو برونداد اثر میذاره. توصیف خیلی درست مهمه و اون راهبر یا فسیلیتیتور چه وظایفی داره؟ روشنسازی اهداف و توصیف مسئله در دست بررسی. موضوع گفتیم از یه هفته قبل به اطلاع برسه. تشریح قواعد، اون قواعدی که گفتم میزنیم رو دیوار، اونو براشون تشریح میکنه. شروع میکنه به ذهن گرمی. ذهن گرمی ما وقتی ورزش میکنیم، وارم آپ میکنیم، وقتی هم میخوایم فکر کنید تو نمیری تو مودش نیستم، برای اینکه بیای تو مودش چیکار باید بکنید؟ از thinking out of the box یا lateral thinking، تفکر جانبی یا تفکر خارج از چارچوب استفاده کنیم. این کاری است که افراد خلاق میکنن. بذارید با هم مرور کنیم. دوستان، از قابلمه غیر از استفاده رایجش چه استفاده‌ای میشه کرد؟ آره دیگه کلاه ماهیگیری؟ آره چه شامایی بگیریم. آره گنجش دیشش کنی. یه دختره تو زیر زمین خونهشون باش اورانیوم غنی کرده بود. یادتون میاد؟ ما چه ملتی هستیم؟ یعنی تو زیر زمین خونه با قابلمه آیزوتوپای سنگین سبک از هم جدا میکنیم. یادتونه دیش مستعان؟ کرونا بود. آره خب دیگه چه استفاده‌ای میشه کرد؟ چهارپایه. چی؟ پاشویه میدیم. آره حاج آقا پادونو بشوره. مزاحم زیاد داری؟ آره آره خب آره میشه. مثلا میتونی توش اگه خوب باشه قوس نداشته باشه توش آبجوش بریزی شلوار رو تو کنی. کلاه ایمنی کنی. بچه رو بذاری توش بکشی. چی؟ ضرب. آره یاد قمرمولوک افتادم دیگه. چی؟ آره میشه. خب بذار یه چیز ساده تر بگم. از قاشق غیر از استفاده رایجش چه استفاده‌ای میشه کرد؟ کندن زمین. آینه مقرر بودن. برای چیزم میکاپ چشمم میشه استفاده کرد. دیدم که میگم. نوشابه. آره آینه مقرر مهدب هم میشه کرد دیگه. کاهش پف زیر چشم. باش گل بکاری. گل بکاری. بعد میگم بچه‌ها گل بشینید. دیگه منجنیق اینجوری میشه ازش استفاده کرد. آره میشه. میشه یه پودری توش مایه کرد. یه چیزی میشه توش آتیش زد که ببینی آبی یا قرمز. آره اونجا دیگه جدال آبی و قرمزه. آره و خب آخرین سوال. ببین سوالات هم یه جوری فکاهیه که بخندید حستون خوب بشه. سروتونین رو میخوایم ازتون. از کاغذ غیر از استفاده رایجش چه استفاده میشه کرد؟ موشک. چی قیف؟ قیف برای همون قاشقه منظورته؟ برای تو. آره آره لول. خب دیگه بریدن. آخ خیلی بده. اوریگامی. آره میشه اوریگامی باش درست کرد. میشه پشت شیشه رو بپوشونی و همینجوری ایدن. موشک. خرگوش. قورباغه. خب این ذهن‌گرمیه یه تمرین تو برین استورم. هم موضوعاتی که تقریبا فکاهی باشن که حس خوب بگیریم، همه دیدگاه ثبت میشه حتی اگه خارج از موضوع باشه. یاری رسوندن به اعضا برای اینکه پیشنهاد بیشتر بدن. اما فسیلیتیتور از یه ایده خاص نباید حمایت کنه چون خودش ایده داره. احتمالاً هم شاید یکی از اعضای سازمان باشه، مثل مرحوم منوچهر نوذری نباشه. تو مسابقه هفته یادتون میاد؟ بعد این آدم خیلی کینه‌ای بود، حالا روحش شاد. بعد مثلا یه نفر میگفت یه فیلمی پخش میشد بعد بگه مثلا دیالوگا رو میگفت، یارو میگفت همونی که تو فیلم گفته، گفتم حالا تو میگیرم همونجور درست تو تلویزیون. بعد دیگه تا آخر به این گیر میداد. بعد یارو پسر اومد 13 سالش بود، همین دیگه الان 20 سال شده. بعد اینو مثلا جواب میداد اینجوری اسکنش میکرد، میگفت نگاش کن 13 سالشه، نصف تو. اعتماد به نفس یارو رو نابود میکرد. بعد جواب میداد عوامل پشت صحنه بپذیریم
میپذیریم یعنی سگخور. بعد این پسر 13 ساله جواب نمیداد، میگفت نه اشاره کردی، مثل مرده هی تلقینش میکرد که نه تو داری جواب میدی من میدونم. اینجوری از یه ایده خاص حمایت نکنید. قدردانی از مشارکت. بله؟ آره یادمه. من دیدم میگفت که بازیگر برزیلی ادسون اورانتس دوناسیمونتو و اینجوری واو تو چه چیزایی بلدی. مرحله اجرا، مدیر اهداف رو بیان میکنه و موضوع رو همه پیشنهادها به اختصار، توجه کنید به اختصار، توسط اون مدیر یا فسیلیتیتور رو تابلو نوشته میشه. حالا تابلو من نظرم اینه که از فلیپ چارت استفاده کنید. فلیپ چارت این کاغذ A0 و A1 هستن، بزرگن، یه سپایه دارن، ورق میخورن رو به بالا. هر صفحه‌ای که پیشنهادات پر شد پاره کنید بزنید به دیوار. تمام پیشنهادها تا لحظه آخر باید جلوی چشم همه باشه. شما 20 تا پیشنهاد دیگه است ولی ذهن یه نفر لاک کرده روی پیشنهادی داره ورزش میده تو ذهنش. همه پیشنهادها باید تا لحظه آخر جلوی دید بمونه. ممکنه وایت بورد کم باشه، پس رو فلیپ چارت باشه جلوی دید بذارید. چرا به اختصار و چرا تعداد کم؟ 6 تا 12 نفر، چرا 30 نفر نمیشه؟ پیشنهادها، ایشون داره یه پیشنهاد میده، فسیلیتیتور داره مینویسه، شرح کاملش رو دبیر یا ریکورد میکنه یا مینویسه. دارم پیشنهادشون میسم، ایشون هم یه پیشنهاد داره، منتظر این حرفش تموم میشه و شاید سومی چهارمی. حالا فکر کنید اگه تعداد زیاد بشه، اینم به اختصار مینویسه که سرعت زیاد بشه. سرعت زیاد بشه چون ایده وقتی که میاد انسان‌ها در آن واحد به یک موضوع میتونن فکر کنن. من تا این پیشنهاد ندم دارم تو ذهنم جمله‌مو مرتب میکنم، نمیرم سراغ پیشنهاد دیگه، به خاطر اینکه تشتت ایجاد نشه، همه نشه، بعد همه ایده هاشون رو به سرعت بدن. 6 تا 12 نفره ارزیابی چند ساعت چند روز بعد انجام میگه، دیدگاه‌های مشابه دسته‌بندی میشه. شما یعنی میتونید یه کسی یه پیشنهادی بده بگی منم موافقم، اینم یه رأیه، میتونی یه ایده دیگه بدی. پس ما یه برین استورم برگزار کردیم، یه زمانی آینده نگاری صنعت کفش و چرم رو میکردیم. شیوه آشنایی مردم با نشان تجاری کفش چطوری؟ ببینید اینا مثلا چگونه مردم رو با یه نشان تجاری آشنا کنیم؟ همه چگونه چطوره؟ یه عده گفتن آقا تماس با یک آژانس حرفه‌ای تبلیغات. هم گفتن بله موافقیم. یه وقتایی به همون پیشنهاد تاکید میکشه. بعد پژوهش‌های بازاریابی، بهینه‌سازی داده‌های مشتریان، سازماندهی دوباره رقابت. اما یه وقتایی هست که مثلا ببینید این دوتا مثلا هم امتیاز بشن، اینا حذف میشه، یه تعریف جدید توی این دوتا موضوع. اما یه وقتایی هست مثلا تبلیغات، به این میگن روش کلاسترینگ، یعنی خوشه سازی. یه خوشه باز میکنی اون پیشنهاداتی که مرتبط با تبلیغات هست. بعد اونایی که تو زمینه بازاریابی هن، خوشه تبلیغات، خوشه بازاریابی، تبلیغات میگن ولی هر کی یه شیوه تبلیغات رو میگه، همه نمیگن آژانس حرفه‌ای تبلیغات. اینا رو همه بعد میبینیم مثلا تبلیغات آورده یا بازاریابی بیشترین رأی آورده. اینجا احتیاج به برین استورم تکمیلی داره. چند روز بعد، چند هفته بعد شروع میکنیم، چون تبلیغات رأی آورده ولی نگفتن یه آژانس کمپین بسازیم، نمیدونم سفیر برند بگیریم، نمیدونم از اینجور چیزا. نشست ذهن انگیزی با موضوع بهترین شیوه تبلیغات برای آشنایی مردم با نشان تجاری کفش. یعنی بعضی وقتا برین استورم دوم و سومی هم نیازه، نه اینکه حتمی و ضروری باشه، ولی بعضی وقتا به این شکل انجام میدن.